جواب بده. ما که حجابش هست کنید جوابشو میدید. خاطر اینکه مسلمانی بعد کسی چیزی بی حجاب بیفته. آها. من خواهر هستم، از چه لحاظ من زن هستم؟ آخه چرا حجاب نمی‌رسید کردید پس؟ He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه میدهید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟ اوکی. خوب باشه. حالا جواب بدهید. چند سال دارید؟ 16 سال. 16 years. And از کدوم شهر هستید؟ اصفهان. from اصفهان. عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به ارتش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟ عقیده ما اسلام بود. خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم.